سلام خدمت همه عزیزان. وارد دوره برنامه‌نویسی با استفاده از گوشی میشیم. تو این دوره قرار به صورت کامل بهتون یاد بدم به چه شکل میتونید با استفاده از تلفن همراه کامل یک پروژه اندرویدی ایجاد بکنید، اپ‌های اندرویدی خودتون رو به دلخواه خودتون طراحی و دیزاین بکنید و سر آخر اونها رو اجرا بکنید و یک خروجی کامل ازش بگیریم. برای اینکه ما بتونیم روی تلفن همراه خودمون پروژه اندرویدی ایجاد بکنیم، نیازه که یک محیط توسعه داشته باشیم و محیط‌های توسعه مختلفی وجود داره که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ولی توی این دوره حالا از یکی از این محیط‌های توسعه استفاده می‌کنیم که میتونه کاربردی باشه برای کارمون. فقط کافیه که توی پلی استور کلمه اندروید IDE رو جستجو بکنید. لیست مختلفی از حالا نرم افزارهایی که محیط توسعه رو یا محیط ایجاد کردن پروژه اندرویدی بهتون میده رو براتون میاره. حالا من مثلا همین مورد اول رو انتخاب می‌کنم. میتونید روی دکمه نصب شود بزنید تا براتون نصب بشه و در آخر بعد از اینکه نصب شد روی دکمه باز شود میزنید تا این نرم افزار براتون باز بشه. حالا توی این بخش خیلی راحت میتونید این دکمه پایین به علاوه که هستش رو میتونید بزنید. اینجا یک سری تمپلیت های اولیه براتون میاره که حالا کم کم که توی این دوره جلو بریم متوجه میشین که هر کدوم از این تمپلیت ها به چه دردی میخوره و چه کاربردهایی داره و چه فیچرهایی براتون ایجاد میکنه. حالا به خاطر اینکه ما تازه داریم دوره رو شروع میکنیم و ممکنه خیلی از شما عزیزان اولین بارتون باشه که داریم پروژه اندرویدی ایجاد میکنیم، ما همین مورد اول یا ایمپتی پروژکت یا پروژه خالی رو ایجاد میکنیم که فقط یه دونه پروژه اولیه و ساده برای ما ایجاد میکنیم که ما بتونیم کار خودمون رو از صفر شروع بکنیم. خب یه سری آیتما از اینجا یه سری آیتما اینجا از ما میخواد که باید پروشون بکنیم. اولش اپ نیم هستش، یعنی میگه یک اسمی رو برای پروژه خودتون انتخاب بکنید که من مثلا میذارم اسمش رو میذارم تست پروژکت. شما هر اسم دیگه که دلتون خواست میتونید انتخاب بکنید. توی مورد بعدی از ما یه دونه پکیج میخواد. توی برنامه‌نویسی اندروید پکیج نیم شبیه به کد ملی توی ایران میمونه، یعنی برای هر پروژه‌ای که بتونه، یعنی هر پروژه‌ای که میخواد ایجاد بشه یه دونه پکیج داره که بتونه با استفاده از اون پکیج این نرم افزارها رو از هم دیگه جدا بکنه. این اپلیکیشن هایی که روی تلفن نصب میشه یا توی مارکت ها منتشر میشه اینا رو بتونه از هم دیگه تفکیک بکنه. پس باید دقت بکنید که شما نباید پکیجی رو اینجا وارد بکنید که قبلا توسط شخص دیگه‌ای استفاده شده باشه و شما باید کلا از پکیج نیم مخصوص به خودتون استفاده بکنید. و پکیج نیم از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه. مثلا اولیش کام هستش یا هر چیز دیگه که دلتون خواست میتونید انتخابش بکنید. اساسا آخر وبسایت اون پروژه رو میان اضافه میکنن که اگه .com باشه .ir باشه اون رو اینجا مینویسن. که حالا مثلا من کام رو انتخاب میکنم چون پابلیک تر هستش. بعد توی مورد بعدی میتونید اسم کمپانی اسم خودتون رو بنویسید که من مثلا کلونر رو مینویسم یا حالا 7 کلونر میتونیم بنویسیم ولی عدد رو نمیتونیم انتخاب بکنیم، برای همین من مختصر اینجا کلونر رو مینویسم. و توی مورد آخر ما میتونیم اسم پروژه خودمون رو بنویسیم که حالا من مثلا مینویسم تست پروژکت. خب این الان پکیج نیم منه و کاملا هم یونیک و مختص بپره. توی مورد بعدی سیو لوکیشن هستش، یعنی جایی که تمامی فایل های مربوط به پروژهتون اونجا ذخیره میشه. این مورد رو نمیتونین عوض بکنید، باید همینجوری ثابت بمونه. برای خودتون میتونید اینجا نگاه بکنید، بعداً بهش دسترسی پیدا خواهیم کرد، میتونید فایل‌هاش رو ببینید و باهاش کار بکنید. فعلا با اینا کاری نداریم. مورد بعدی مورد توسعه پروژهتون هستش که میخوایم به چه زبانی مثلا پروژهتون رو توسعه بدیم، به صورت جاوا یا کاتلین فرقی نداره، به خاطر اینکه جاوا فعلا رفرنس های بیشتری داره برای اینکه شما بتونید مشکلاتتون رو حل بکنید. ما از جاوا استفاده میکنیم و کل پروژه ما هم با استفاده از زبان جاوا ساخته میشه و سرخای خروجی به ما میده. مورد بعدی مینیمم استیکا هستش. این مینیمم استیکا برای این به درد میخوره که مثلا اپلیکیشنی که ما ایجاد میکنیم میگه آقا مثلا شما دیگه از این نسخه اندروید پایینتر دیگه نمیتونین اپلیکیشن رو نصب بکنید. مثلا ما اینجا اینو قرار میدیم روی اندروید 5، دیگه اندروید 4 نمیتونه این نرم افزار رو نصب بکنه. به این منظور اینجا مینیمم استیکا رو میتونیم مشخص بکنیم که از چه اندرویدی به بعدی پشتیبانی میکنه یا از چه اندرویدی به بعدی نمیتونه نصب بشه. میتونه فیچر خیلی خوبی باشه. بعد از اینکه این کارو رو انجام دادین دکمه کرییت این پایین هستش، روش که بزنید شروع میکنه به ساختن پروژهتون و پروژهتون ایجاد میشه. خب از این منوی بغل هم میتونید ببینید که پروژهتون به صورت کامل ایجاد شده. فایلاش اینجا هستش. به زودی در مورد تک تک این فایل‌ها صحبت خواهیم کرد، به چه شکل میتونید ویرایشش بکنید، باش کار بکنید، فایل بهش اضافه بکنید و موارد دیگه. کل ویدیو این جلسه همین بود. شما الان یه دونه پروژه اندرویدی ایجاد کردین. از این دکمه بالا که دکمه حالا پخش کردن هستش میتونید بزنید، مورد دوم رو انتخاب بکنید. این پروژه بیلد میشه. یه خروجی حالا دیباگ یا یه خروجی که فقط برای تستر رو براتون ایجاد بکنه و روی تلفنتون نصب میکنه. این خروجی فقط روی تلفن شما قابلیت اجرا داره، روی تلفن دوستتون قابلیت اجرا نداره تا زمانی که شما حالا مورد اول رو بریزن که یه دونه ریلز ایجاد میکنه که فعلا ما باش کاری نداریم، بعدا در موردش صحبت میکنیم. فعلا فقط کافیه که همینا رو بلد باشین. بعد بریم سراغ جلسات
تک تک همه موارد رو توضیح میدیم کامل. شما دستتون میاد که باید توی پروژه اندرویدی چیکار بکنید و چه فیچرها ویژگی‌هایی میتونید بهش اضافه بکنید تا یه پروژه خفن حتی شبیه به اینستاگرام، یوتیوب یا چیزهای دیگه ایجاد بکنید. فقط چون یکم صفحه تلفنتون کوچیک‌تر هستش ممکنه یکم اذیتتون بکنه، اونم زیاد مهم نیست، خیلی راحت میتونید باهاش کنار بیاید. بریم سراغ جلسه بعد.